مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم توی گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم و امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه، سالم و سر حال باشید و کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده هم سابسکرایب کرده باشید که اگر سابسکرایب نکردید این پایین یه دکمه هست نوشته سابسکرایب، لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید، چرا که امروز سوژه داریم از این سوژه های توپ باحال این صحبت‌ها که میدونم خیلیاتون زیاد دوست ندارید، اما به هر حال ما اینجا یه سوژه خیلی خفن براتون انتخاب کردیم که بهتون نشون بدیم. سوژه در خصوص این چهره است، خاله الکسیس. میدونم که خیلیاتون نمیشناسید، اینا به هر حال آشنا میشیم با هم دیگه با این خاله الکسیس که اولین واکنش رسمی خودش رو بعد از بازی کردن در موزیک ویدیو ساسی اعلام کرد در خصوص این موزیک ویدیو، اینکه ایرانی‌ها چجوری باش برخورد کردن. اینا باید بگم که ماشاءالله 80 میلیون ایرانی، نه 75 میلیون ایرانی به همراه اسپانسر محترم برنامه خاطره دارن با خاله الکسیس و ایشون یه واکنششون داره و خیلی از این محصول دوستان استفاده کردن و خاطراتی که زنده شد با خاله الکسیس که خاله هستش و اینا. ایشون به حال یه، حالا شاید خیلی هم نشناسنش، ایشون یه بازیگری هستش که در صنعت پربیننده چیز فعالیت میکنه که برای بازی توی موزیک ویدیو ساسی $150,000 هم دستمزد گرفته بود که البته بین علما یه سری اختلاف افتاد بود برای این دستمزدونه، ولی خب همین هولوش دستمزدش بود و ثروتش هم هولوش $3 میلیون تخمین زده شده. حالا ثروتی کمیه، شاید 3 میلیارد بود، ولی خب چیزی که اعلام شده $3 میلیون هستش برای خاله خیلی از این ایرانی‌ها که با عموجانی یکی از معروفترین بازیگرهای صنعت پررونق همچین شبیه سینمای ایران هستن این دو نفر. اما یک مصاحبه ای رو خاله الکسیس انجام داده بوده که مصاحبه شونده، حالا اگه بتونم یه تصویر فیکس بکنم روی مصاحبه شونده و کسی که داره باهاش مصاحبه میکنه، حالا زیرنویسش هم هست، این چهره خانم مونا آذر که ایشون هم از بازیگران صنعت پررونق همچین چیزی هستن و ایرانی هستن. این خانم مونا آذر متولد 1989 و تازه اومده توی عرصه صنعت پررونق این کار و اصطلاحاً دیر شروع کرده به نسبت سنش، اما یک مصاحبه ای رو با خاله الکسیس انجام داده بود که واکنشش جالب بود. میدونید که جنجال های زیادی رو این موزیک ویدیو ایجاد کرد، مقام های ایران واکنششون دادن، گفتن که امام و انقلاب اسلام به خطر افتاد، نمیدونم این چه شخصی بود آوردن، ببین 4 ستون بدن امام و انقلاب اسلام این افراد به خطر افتاد، در اینکه این الکسیس اومده بوده و شرکت کرده بوده توی این موزیک ویدیو. یه عده گفتن که باید گرفته بشه، نمیدونم ببرنش بیارنش، از این صحبت. یعنی انقدر تو مملکت پایه‌های فرهنگی محکم و قوی و توپه و اینقدر بودجه‌های فرهنگی درست و دقیق خرج میشه که یه موزیک ویدیو میاد بیرون شورت اون مسئولین میلرزه که آی امام و انقلاب اسلام به خطر افتاد، هر چی رشته کردیم پنبه شد به خاطر حضور یک بازیگر فلان در موزیک ویدیو خواننده. حالا من ساسیمان کن، حالا یا همون ساسانه حیدریه یافته که همشهری خودمون هم از بچه اهوازه قبلا راجع بهش افشاگری کردم، ولی خب این ور قضیه هم می‌بینیم دیگه چی مثلا به طرف گیر میدید که آره فلان شخص. و جالبه که موزیک ویدیوش یه آمار عجیب و غریب هولوش 30 میلیون بازدید کننده رو هم در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برای خودش ثبت کرد و این نشون میده که ایرانی‌ها چقدر پیگیر این موضوع هستن. اما بریم واکنش خاله الکسیس رو بشنویم که در خصوص این موزیک ویدیو اینطوری میگه. واکنشش جالبه و حرفاش هم جالبه. I was in a music video from Saucy with Saucy and I don't know, apparently people got mad. I didn't do anything but do my job. Really? They got mad about that? I thought that was so dope. این ایرانی هستش که داره این سوالو میپرسه. Allegedly. Well, but in the article that I read, it was like that I could never, that I was banned because میگه که من توی مقاله‌ای که خونده بودم نوشته بوده که من ممنوع الورود شدم به ایران
یعنی ملتی که با شما خاطره دارن تعدادشون بیشتر از کسیه که رفتن حج. ولی اینکه حالا ممنوع ورود شدین اینم در نوع خودش جالبه. تو مملکت معمولا افراد رو ممنوع خروج میکنن، شما رو ممنوع ورود کردن به ایران. اینم نمیدونم برای چیه، ولی میگه که من یه مقاله خوندم که منو ممنوع ورود کردن به ایران. was banned because I give it like a bad name to I don't know. bad name کردن اینا. What? Who knows? I don't know. It was a catchy song. It was great. It was a fun time. But yeah, I did know that. Definitely, if I look at my demographic, my Tehran is definitely same. Are you familiar that your auntie Alexis in Iran? I didn't know that in Iran that is. ایران نمیدونستم اینجوریه. But I know that you're very popular. You and Johnny Sins. He's the uncle. I know. میگه که انکل جانی هم عمو جانی کاملا میشناسه اینا. In Iran, I am. میگه که من خیلی محبوبم توی ایران. حالا اینجاش یه سری کلمات استفاده میکنه که بعد صدا رو میوت کنم چون ممکنه یوتیوب به عنوان چیز بگیرتش. میگه که یه طرفدارای زیادی دارم توی ایران و همیشه به هم میگن و واکنش خیلی خوبی داشتن. حتی ویدیو کامل این مصاحبه رو من میذارم توی کانال تلگرامی برنامه پشت پرده. ببینید که خاله الکسیس میگه که من جا خوردم و شوک شدم از این همه طرفداری که تو ایران داشتم. کلا پشماش ریخته بود که او ایران چند نفر ایشون رو میشناسن و باش خاطره دارن. عمو جانی که میدونست اصلا هم کاملا آشنایی داره با سیستم ایران، اما این خاله الکسیس کاملا به این قضیه مسلط نبوده. اما بعد از بازی تو موزیک ویدیو ساسی که به نظر من هوش فرشید پسر ابی رو میرسونه، میدونید که منیجر ساسی فرشید پسر ابیه و انتخاب الکسیس برای این موزیک ویدیو هم ایده فرشید پسر ابی بوده. هرچند تنظیم کننده این آهنگ رو که داخل ایران بوده و این آهنگ رو تنظیم کرده بوده، دقیقاً 2-3 ساعت بعد از 2-3 روز بعد از انتشار این آهنگ هم تو ایران بازداشت شد. طولوش چند هفته ای رو تو ایران بازداشت بود و تعهدات لازم رو داد و بعد از اون هم از بازداشتگاه و نهادهای امنیتی با تعهد اومد بیرون. اما به حال انتخاب همچین شخصی برای همچین ویدیویی و همچین موزیک ویدیویی دیگه بازخوردم داشت. شلوش 20 میلیون بیننده هم گرفت و تو همه جای دنیا هم همینه دیگه. شما همین حالا الکسیس راجع به هر محصولی بخواد تبلیغ بکنه، حال این صنعت صنعت پر رونق و پرحاشیه و پرسودیه که میتونه برای تمام بیزینس ها مفید باشه. اما این پشماش هم ریخته دیگه. میگه من نمیتونم برم ایران و ممنوع ورود شدم به ایران و بهم ویزا نمیدن. اینم در نوع خودش جالب. یعنی فکر کنید بره توی یکی از این سفارت‌ها بگه سلام علیکم من ویزا ایران میخوام. اول یه دست اون کارمنده سفارت با گلنار کارهای اداری انجام میدن، بعدش هم میگن نه ما حالا که فکرامونو کردیم شما نمیشه بیاد. این هم داستان خاله الکسیس و اولین واکنشش بعد از این قضیه، بعد از هلوش 2 سال خورده ای 2 سال فکر کنم 6-7 ماه از انتشار این آهنگ میگذره و این واکنش رو نشون داد همین چند روز پیش. مرسی که تا این لحظه با ما بود. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. دمتون گرم. چاکریم.